سلام بچه‌ها، امروز میخوام فیروزه کوبی روی زیورالات رو بهتون آموزش بدم. ابتدا باید یه زیورالاتی حالا داشته باشین که فضای لازم برای فیروزه کوبی رو داشته باشه. حالا ما اینو تهیه کردیم، نه هم میتونه به عنوان دستبند استفاده بشه، هم میتونیم اینجاش رو ببریم و گردنبند بشه، پلاک برای گردنبند. خب برای این کار ما به 2 نمونه چسب مخصوص فیروزه کوبی نیاز داریم. نمونه چسب سیاه شما الان سرشو باز میکنم ببینید، چسب سیاهشه. وقتی هم که میخواین سرشو ببندید یک پلاستیک بذارید، اول یه پلاستیک بذارید بعد سرشو ببندید و هوا بهش نرسه، خشک نشه. و چسب سفید، برای نگهداری چسب سفید باید بیشتر دقت کنید، باید حواستون باشه که سریعتر از چسب سیاه خشک میشه. خب برای چسب سفید هم ما نمونه خشک شده شو داریم، کامل خشک شده، پس باید خیلی دقت کنید هوا بهش نرسه، پلاستیک بزنید. خب ابتدا ما باید چسب مشکی رو 2 برابر چسب سفید بریزیم. هر مقدار که چسب میخواید، حالا با استفاده از چوب یا حالا خلال دنده، میزان چسب مشکی باید 2 برابر چسب سفید باشه. مثلا اگر این مثلا 1، این هم 2، این الان 2 برابر و سر اینو میبندیم و چسب سفید با یه وسیله دیگه برداریم. دقت کنید 1 برابر. و خب مخلوطشون میکنیم قشنگ اینا رو مخلوط میکنیم. و خب چون زیورالات هم هست نیاز به مقدار زیادی چسب نیست. به سطح کارتون نگاه کنید، نیاز زیادی به چسب نه. کامل که مخلوط شدن، ببین قشنگ کامل مخلوط شد، ما دیگه سفیدی نداریم. چسب رو برمیداریم، میزان کمی از چسب رو برمیداریم و میذاریم روی کارمون، میذاریم روی سطح کارمون. یه لایه خیلی نازک از چسبمون رو باید روی سطح کارمون باشه. چون قراره روش رزینم بریزیم که زیاد نباید باشه میزان چسب. قشنگ با حوصله این کار رو انجام بدید. اصلا هم کار سختی نیست که با اینکه حالا ما رزین بریزیم روی این سطح کار یه نیازی به برشکاری نداره و خب بعدش میتونیم استفاده کنیم از این جواهری که حالا داریم. روی کارهای دیگه روی انگشتر هم میتونیم انجام بدیم. تمام سطحشو قشنگ بپوشونید با چسب. خب این دیگه تقریبا داره تموم میشه، اصلا عجله ای نداریم. قشنگ تمام این گوشه ها رو چسب بزن. این دیگه تقریبا کامل شد. حالا میریم سر انتخاب کردن سنگ هامون. سنگ هامون من اینجا چند تا سنگ ریز انتخاب کردم. برای جواهرالات باید سنگامون ریز باشن، سنگای درشت استفاده نکنید. سنگا رو بر میدارید،
اونه که بیشتر سطح صافی دارن ریزن. قشنگ اینجا میچسبونید، قشنگ کامل فیکسش میکنید. چند بارم بزنید با پنسلشون که قشنگ جای خودشون رو بگیرن. قشنگ گوشه ها رو همونجور که میبینید بعد پر کنید با سنگا. این که خلاقیت خودتون رو نشون میده. خب ما الان اینجا میبینیم سنگ اندازه این نیست. میریم سنگ پیدا میکنید. سنگ ها رو روی سطح صاف میچینید. سنگی که اندازه کارتونه پیداش میکنید، میارید رو کار با پنس قشنگ کامل فیکسش میکنید. تا سطح کارتون رو قشنگ با سنگا بپوشونید، جای خالی نداشته باشه. قشنگ اینجوری میگردید. میگردید تا یه سنگ مناسب پیدا کنید و میذاریدش روی فضای خالی. خب ما مثل اینکه کارمون به اتمام رسید. به مدت 1 روز اینو همینجوری میذارید تا خشک بشه و بعد کار رزینش رو انجام میدیم. توی ویدئوی بعد رزینش رو بهتون آموزش میدم.